اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه آبادی ناحیه شهرستان بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 که با طرح و لایحه زمانوی ساخته شده است، مورد بهره برداری قرار دادند. بنای تعلیمی با مقصد فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و فعالیت و تحصیل خوانندگان در دایره سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فرمایش اداره ساختمان اساسی ولایت سوخت با مبلغ نزدیک 14 میلیون سومانی در زمینه انشاءات سالهای زیاد در استفاده بوده مؤسسه تعلیمی ساخته شده است. کارهای ساختمانی ماه اپریل سال 2019 آغاز گردیده انشاءات را بناکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود کرکد انجام دادند. بنای اساسی مؤسسه از 3 آشیانه عبارت بوده، در آن 24 صنفخانه‌های فنی و حجره‌های کاری جایگیر کرده شده است و برای تحصیل 1240 نفر خواننده در 2 بست شرایط فراهم گردیده است. تاکید باید نمود که همساله با افزایش اهالی شماره خوانندگان در ناحیه شهرستان می‌افزاید و طلبات در این مؤسسه و جایهای نشست زیاد می‌شوند. بنای دوم از 2 آشیانه عبارت بوده، در آشیانه یکم آشخانه برای 120 نفر و در آشیانه دوم تالار مجلس با 240 جای نشست جایگیر کرده شده است. همچنین برای مؤسسه تالار ورزشی زمانوی بنیاد گردیده است. صحن و حدود این بارگاه تعلیمی آباد شده با شنانیدن درختان آرایشی و گل‌های موسمی زیبای و نظربا گردیده است. صنفخانه‌های فنی، آزمایشگاه‌ها و اتاق‌های کاری با مواد و لوازمات معاصر از جمله میز و کرسی‌های نو، جیوان‌ها، تخته‌های الکترونی، مجموعه کامپیوترها، ایونیت و همه دیگر تجهیزات تعلیمی تأمین گردیده است. لازم به یادآوری است که در مؤسسه بهره آموزش فن‌های دقیق ریاضی و طبیعت شناسی، برگزاری مشغولیت‌های علاوگی، محفل‌های فنی و روزگارداری، شرایط مساعد فراهم گردیده، کتابخانه، مخزن کتاب‌های درسی و بدیعی برای از خودکنی درس‌ها و بلند برداشتن معرفت و معنویات نسل نورس امکانات‌های وسیع را دارا می‌باشند. امروز ما آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 19 با عدل سیاست خردمندانه دستگیری و همکاری‌های پیشوای معظم ملت صاحب چنین بنای مؤسسه تعلیمی نوی زمانوی مجهز با تجهیزات زمان معاصر گردیدیم. ما آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 19 و پیشوای ملتمان منتداری به اندازه خود را اظهار می‌نماییم. ما آموزگاران از این شرایط‌های مساعد استفاده برده باز کوشش میکنیم که در تعلیم تربیت نسل نورس تمام نیرو و دانش ملکمان را استفاده برده آنها را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت می‌نماییم. من به محترم جناب عالی تشکر خود را بیان می‌نمایم که برای ما مکتب نوبنیاد و امکانیت‌های بهترین فراهم آوردند. ما خوانندگان قول می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده به وطن محبوب خود صافدلانه و صادقانه خدمت می‌نماییم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی و صحبت با خوانندگان و آموزگاران و والدین بنیاد چنین مؤسسه نوی زیبای و زمانوی تعلیمی را ادامه تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن شرایط‌های ارزنده تعلیم و تربیت فرزندان ارزیابی نمودند و به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که در راه تحکیم دولتداری ملی و پیشرفت و شکوفایی آماده نمودن متخصصان صاحب معرفت از هدف‌های اساسی دولت در دوران صاحب استقلالی محسوب می‌یابد. ما خوانندگان با عدل و سیاست خردمندانه دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت صاحب بنای مؤسسه تعلیمی نوی زمانوی مجهز با تجهیزات‌های زمان معاصر گردیدیم. ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 به پیشوای ملت منتداری به اندازه خود را بیان می‌نماییم و باز هم خوب و اعلی خوانده در آینده به حیث متخصص ورزیده به تاجیکستان عزیزمان خدمت می‌نماییم. بنیاد بنای خوش‌طرح و لایحه‌ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 در دهه آبادی ناحیه شهرستان تحفه ارزنده به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. امروز برای ساکنان دهه آبادی یک سال تاریخی و فراموش نشونده به حساب می‌رود. در دهه آبادی یکی از دهه‌های دوردست ناحیه شهرستان بنای خوش‌طرح و زمانوی با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شد.
با هدایت‌های پیشوای معظم ملت امروز سیمای دیهه کلاً تغییر یافته است. انشاءات‌های تعییناتش گوناگون با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت زیاده از 6 کیلومتر و با دستگیری شخصان سخاوت پیشه زیاده از 1 کیلومتر راه‌ها پر را منفرش گردیده کوچه‌های دیه چراغان کرده شده است. آموزگاران و ساکنان ناحیه شهرستان از چنین توجه و غمخواری به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اظهار قناعتمندی و سپاس نموده اظهار داشتند که با استفاده از چنین امکانات‌ها صفت تعلیم و تربیت را بلند برداشته در تعلیم و به کمال رسانیدن نسل نورس همه نیروی و دانش مهارت و تجربه خویش را روانه می‌سازند تا فرزندان با دانش و معرفت و در روحی و تندرستی به وای رسند. مؤسسه‌ای که ما قبلا کار فعالیت می‌کردیم بنابر استفاده سالهای دراز شرایط خوب نداشت و صدمه‌ای بود. با دستگیری توجه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دوام 2 سال در دهه آبادی ناحیه شهرستان بنای نو و زمانوی 3 آشانه با همه شرایط تعلیم با ساخته استفاده داده شد. حالا در مؤسسه 765 نفر خواننده تحصیل می‌نماید. در آینده با زیاد شدن شماره اهالی ما می‌توانیم خوانندگان را با تحصیل در مؤسسه قبول نماییم. باید تاکید نمود که در دوام سالهای صاحب استقلالی بر رشد ساحه معارف ناحیه شهرستان از جانب حکومت مملکت خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توجه دائمی ظاهر گردیده در تحکیم پایه‌های مادی تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تا مکتبی تدبیرهای زیاد عملی کرده شدند. از جمله در این دوره در ناحیه بناهای 15 مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد و نوسازی کرده شده است. الحال ساختمان بنا و صنفخانه‌های علاوگی در نزد 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دهات ناحیه جریان دارند. امروز در ناحیه 21 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 1 مؤسسه تحصیلات دولتی گیمنازی رقم 1، 1 اینترنت نزد مکتبی و 1 مرکز تحصیلات علاوگی فعالیت می‌نماید و در آنها نزدیک 10,000 نفر فرزندان ساکنان ناحیه به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. این صنفخانه‌های بهترین، این تجهیزات‌های نو با ما امکانیت می‌دهد که علم را خوب آموزیم، متخصصی ورزیده شده و تاجیکستان خدمت نماییم. در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ناحیه 1110 نفر آموزگاران کار و فعالیت پرثمر داشته در ساحه معارف ناحیه بهره بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی آموزگاران تدبیرها عملی کرده می‌شوند. همچنین چاره‌های هوسمندگردانه امکان می‌دهند که صاحب اختصاص‌های جوان به کار آموزگاری بیشتر جلب کرده شوند. کوت پرزیدنتی دستگیری جناب عالی بود که من در دانشگاه تحصیل نموده صاحب اختصاص شدم و امروز با جای کار تامین هستم. امروز من همچون آموزگار جوان در این درگاه علم و معرفت از فن فیزیک تعلیم می‌دهم. در سال خانش 2020-2021 50 نفر متخصصان جوان از جمله 22 نفر ختم کنندگان گروه‌های بودجتی و کوت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با واسطه راهخط و 28 نفر متخصصان که دانشگاه و دانشکده‌های عالی را طریق شرطنامه‌ای ختم نمودند از روی اختصاص لازمی در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهرستان و فعالیت آموزگاری شروع نمودند. همه این تدبیرها به آن روانه گردیدند که سطح و صفت تعلیم و تربیت و دانش آموزی خوانندگان بلند برداشته شوند.